سلام. ما اومدیم. سلام و درود و بدرود خدمت تکایی که شما دوستان عزیز. امروز بچه دیروز ما یکی از دوستامون اینجا اومده بود. ما از وقتی که اومدیم اینجا خیلی با ایرانی ها ارتباطی نداشتیم، با ایرانی بالی، به جز یکی دو تا دوست خیلی خوبی که حالا اینجا چرا البته همون میبینیم، ما یه سری جا خب هست جلسه‌ای باشه فلانی باشه همون میبینیم، ولی اونطوری که بخوایم مثلا خیلی ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم نداریم باهاشون، ولی همشون رو دوست داریم. اما یک جو جدیدی که هستش، حالا مخصوصا توی اینستاگرام و البته توی یوتیوب من دیدم که میذارن، آره، بین ایرانیایی که تازه اومدن اینجا یه عده‌شون و ایرانیایی که از قبل اینجا بودن، یه رقابت تنگاتنگی شده سر دیس کردن بالی، که بالی بده. حالا خب چرا؟ با طرفی که داره میگه بالی بده از 6 ماه خیلی بیشتره که اینجا زندگی میکنه و همچنان هم داره زندگی میکنه. خب ببین، هر جایی خوبی و بدی های خودشو داره. مگه میشه یک جایی خوب مطلق باشه یا یه جایی بد باشه؟ بد مطلق باشه. تو همون ایرانش هم میخوای زندگی کنی، تهران یه سری سختی ها رو داره، نمیدونم شیراز یه سری سختی ها رو داره. نمیتونی اصلا بگی که یه جایی مطلقاً بده یا یه جایی مطلقاً خوبه. ولی راجع به بالی واقعا همچین چیزایی نیست و نمیدونم چند انقدر طرف که مثلا چند وقت پیشش داشته از بالی خوب میگفته یه هویی داره دیسش میکنه. و واقعا از دیروز از وقتی که دارم این ویدیوها رو میبینم اینطوری هم که خب چرا موندی هنوزم؟ تو که یه شبه به این نتیجه نرسیدی که بالی بده. تو یه مدت طولانی حتما بهش 1 ماه 2 ماه طول کشیده که بفهمی اینجا بده دیگه. و تویی که اینجا یه کار و کاسبی داری، تویی که اینجا یه سرمایه گذاری کردی میکنی، برای چی بقیه رو داری ناامید میکنی؟ ببین ایران واقعا اصلا شرایط خوبی نداره الان، واقعا نداره. بخوایم با حقیقتش رو بگیم هرچی واقعا شرایط خوبی نداره و بالی نسبت به کشورهای دیگه سرمایه کمتری میخواد برای اومدن به اینجا. الان اگه بخوای حساب کنی انقدر کشور گرون نیست که انقدر ایران الان گرون شده. تو هزینه خورد و خوراکت، هزینه کافه رستورانت، هزینه هر چی که بگی، حتی تو ایران هزینه دندون پزشکی داری و اینجا بیمه داری. آره، کل هزینه‌های دندون پزشکی اینجا رایگانه، ماهیانه یه مبلغ پرداخت میکنی و رایگان میشه برات. با یه مبلغ خیلی کم هم حق بیمه میدی، یعنی اگر بخوای حتی تبدیلش کنی این حق بیمه‌ای که اینجا داری میدی به تومن بخوای حساب کنی، از حق بیمه ایران خیلی کمتر میشه، خیلی کمتر میشه. این یکی از چیزاشه و سخته. درسته بالی سخته، شاید ماهای اول تو شوک مهاجرت و اینا سخته برات. تو اصلا هر جایی، تو هر کشوری بخوای مهاجرت کنی تا بری جا بیفتی سختیای خودشو داره. بعد مخصوصا این که با پول بی ارزشی هم که ما داریم، تو هر جای دنیا بری خب پولت بی ارزشه دیگه. ولی بخوای رو کفه ترازو بذاری خوبیای بالی خیلی بیشتر از بدیاشه. واقعا میگم ما این مدتی که اینجا زندگی کردیم اینطوری است که مثلا با پگا بشینیم صحبت کنیم آی دلم تنگ شده فلان شده و اینا، اونم نه برای مکانهایی تو ایران، برای مثلا چه میدونم یه مغازه‌ای، برای خانواده، دوستا، اون جمع، اون حسای بیشتر برای خوراکی آره، جیگر، کله پاچه، دستپخت مامانم. ولی اینطوری مثلا میشینیم صحبت میکنیم که نه من واقعا دوست ندارم برگردم ایران. ببین من یه چند تا چیز بهتون بگم، مثلا راجع به همین کار خودمون که کافه رستورانه، ما اینجا نه تعزیرات داریم، نه بهداشت داریم، نه بهداشت داریم که کسایی که بخوام بیان سر بزنن و دم بدن، نه نمیدونم عوارض شهرداری داریم، نه کشف حجاب داریم. همون دیگه اماکن میشه دیگه. هیچ کدوم از اینا رو شما نداری. یه دونه ما مالیات ماهانه حالا هر 3 ماه یه بار پرداخت میکنیم، همینه دیگه. تو با هیچ ارگانی، با هیچ اداره‌ای در ارتباط نیستی، کسی نیست بیاد اذیتت کنه، کسی نیست بیاد دم بده رو مخت بره. یه چیز دیگه هم که هست، بله شما در بالی نمیتونید کار کنید و شمایی که میخواید به بالی مهاجرت کنید از همون اول نمیدونید. همه از همون اول میدونن. ما از همون اول میخواستیم اقدام کنیم، میدونستیم که
انقدر سرمایه بیاریم، اجازه کار کردن نداریم، شرایط چجوریه، فیلمو همه، یعنی کسی که میخواد مهاجرت کنه رو هوا که مهاجرت نمیکنه، 0 تا 100 کاریو که میخواد اصلا بکنه تو در همون جریانه. جایی که داری ثبت شرکت میکنی، چون بالی با ثبت شرکت دیگه، با ثبت شرکت کنی بیای اینجا. اون شرکت هایی که دارن الان ثبت شرکت رو انجام میدن، اقامت میگیرن، از قبلش همه چی رو توضیح میدن بهت. یعنی بهت میگن آقا بخوای کار را بندازی انقدر سرمایه میخواد، بخوای بیای اینجا ماهانه انقدر مثلا چیز داری، هزینه داری. یعنی تو با چشم بسته که پا نمیشه بیای اینجا که وقتی میای این همه راجع به بدیا میگی. شاید یک مبلغ کمی با کمتر از چیزی حالا که بعد باشه پول با خودت بیاری، شاید همین باشه. ولی خب اضافه میکنین، اینطوری نیست که مثلا گشنه بمونی اینجا. که این پوله انقدر فرق نداره. الان فکر کنم تو ایران دیگه واقعا فرق نداره. نه الان اصلا یه سری چیزا که اینجا هست مثلا ما میخریم با قیمت ایران مقایسه میکنیم، میبینیم اینجا خیلی تازه ارزون‌تر میشه. مثلا یه مثال خیلی کوچیک بخوام بزنم، قیمت پیتزا اینجا مثلا گرون‌ترینش به پول ایران، خیلی گرون داره، خیلی هم ارزون داره. اون حد متوسطش دارم میگم. یه پیتزای ایتالیایی واقعا خفن گرون‌ترینش 800,000 تومان میشه به پول ایران. آخرین قیمتی که از پیتزا فروشی تو کرج دارم 1 میلیون خورده بوده. فقط این کوچیک‌ترین چیزش. حالا قهوه و مثلا وسایل برای خونه و این چیزا هم هست، باز ارزون‌تره. در کل میخوایم اینو بهتون بگیم که ایرانی عزیز، ناامید نکن کسی رو. اگه کسی میخواد یه مهاجرت کنه، داره یه قدم خیلی بزرگی توی زندگیش برمی‌داره. قبل از تصمیم به مهاجرت هزار بار دچار فروپاشی روانی شده تا اون کوله بارش رو تصمیم گرفته جمع کنه که بره یه جای دیگه. پس لطفاً اون کسی که به این تصمیم به این بزرگی گرفته رو قبل از اومدنش ناامید نکن. و اینم نیست که نمیگیم ناامیدی، منظورمون این نیست که تو بیا کل خوبیای بالی رو بگو. چه حقیقت رو بگو، حقیقت واقعیت ها رو بگو. آقا قرار نیستش که از بالی بهشت بسازی. خب بله بالی بهشت هست. چیش بهشت؟ طبیعتش. شما همزمان جنگل رو داری، دریا رو داری، آتش فشان داری، کلی جزیره خوشگل اینجا هست. از کل دنیا داره توریست میاد اینجا رو میبینه. از کل دنیا داره مهاجر میاد اینجا سرمایه گذاری میکنه. از استرالیا، از آمریکا، از اروپا، هر کشوریشو که بگی دارن میان اینجا پول میارن سرمایه گذاری میکنن. خب اون اروپایی عقل نداره، شعور نداره. اون آمریکایی عقل نداره که از آمریکا پاموشه میاد اینجا سرمایه میذاره. داره از کسب و کارهای خیلی خفن گرفته تا کسب و کارهای کوچیک دارن راه میندازن. نکن ایرانی، اصلا نکن، دیس نکن انقدر الکی به خاطر 4 تا ویو گرفتن، به خاطر 4 تا نمیدونم شیر گرفتن الکی یه جایی رو دیس نکن. ما برگشته بود گفته بود که بالی کثیفه. بالی کثیفه. ایران خیلی تمیزه الان. بالی ما یه چیزی که یه سری ایرانی‌ها اینجا میگن مثلا ما واقعا بهش دقت نکرده بودیم. یعنی انقدر که این آدما خفنن، بالینیزا، اندونزی واقعا خفنن و خیابونا باحاله. بچه واقعا خیابونا باحاله. حالا یه روز براتون ویدیو میگیریم و میذاریم، از همون کثیفش هم براتون میذاریم. بعد داشتیم صحبت میکردیم با ایرانی‌ها و گفتن که ما نمیتونیم استوری بگیریم تو خیابون. گفتن خب چرا نمیتونید استوری؟ گفتن که کابل برقش تو خیابونه. اینطوری بودم که کابل برق تو خیابونه، از چه زمین نیستش، رو هواه. بودم که خب واقعا همین شکلی بودم. خب اصلا من دقت نکرده بودم به این که کابل برق کجاست. انقدر ذهنم درگیر خوبیه. اگه بخوام یه چیزی رو مدام برای خودم بد کنم، انرژی منفی بفرستم، بگم این چرا اونطوریه، خب معلومه هیچ جا برام قشنگ نیست. هیچ جا نمیتونم درست زندگی کنم. شما تو هر کشوری بری یه سری بدی‌ها رو داره دیگه. مگه میشه طرف داره توی
انگلستان زندگی میکنه بیاد دم به دقیقه بناله وای سرده، وای بارون میاد، وای هوا خوب نیست، هوا خوب نیست. کسایی که میخوان برن و چیز کنه بگه نه این اینجا ما اینجا گرمه. خب اینجا کشور گرمیه. خب ما اوایلی که اومده بودیم اینجا خیلی گرممون بود، واقعا خیلی گرم بود و اینطوری بودیم کلافه میشدیم. الان این شکلیم که مثلا من دیشب بخاری روشن کردم تو خونه و 2 تا پتو زدم. بابا من اینطوری عادت میکنم، کولر روشن نمیکنم. هیچ چیز سختی نیست اینجا. تو به محیط عادت میکنی، به شرایط عادت میکنی و زندگی چقدر قشنگتر میشه. ما از اولی که میخواستیم مهاجرت کنیم با پگا تصمیم گرفتیم، از اول میدونستیم که ما نمیتونیم اینجا کار کنیم و مقدار پولی هم که میخواستیم با خودمون بیاریم مشخص بود دیگه. سعی کردیم کم نیاریم. کافمون رو زدیم، الان سر کار نمیریم یا خونه داریم، یعنی خونمون خوبه که اجاره کردیم اینجا. من موتور اجاره کردم و این واقعا شرایط. باید ببینی توقعت از مهاجرت چیه. تو با تفکر دبی نمیتونی بیای بالی زندگی کنی. دقیقاً همین جوریه. تو باید از قبلش بدونی که داری یه زندگی جزیره‌ای رو انتخاب میکنی. سبک زندگی خیلی اینجا ساده است. میتونی لاکچری هم زندگی کنی، اون دست خودته دیگه. برو یه ویلای خیلی خفن لوکس بگیر، برو نمیدونم تو اولوواتو زندگی کن، برو مثلا توی نمیدونم چانگو مثلا زندگی کن، یه زندگی لاکچری داشته باش و ادایی اون دست خودته. ولی ما الان تو عبود زندگی میکنیم، هیچ ادایی اینجا وجود نداره و سطح انرژی فوق العاده بالاست و مردم به شدت خفن تری داره و خیلی امنه. ببین یه سری چیز خیلی مهمی که بالی داره اینه که امنیت به شدت بالاست. یعنی تو الان 3 روز در خونه تو باز بذار، میذارن لوکالای اینجا در خونه‌شون رو باز در خونه تو باز بذار، هیچ اتفاقی نمیافته. باشه ما روزای اولی که اومده بودیم اینجا خیلی بارون میومد اون موقعی که ما اینجا اومده بودیم. بعد در خونه باز بود و ما متوجه نشده بودیم. 3 روز در خونه باز بود. ما بعداً فهمیدیم این در رو که می‌بستیم قفل نمی‌کردیم، باد میزد باز میشد. در چوبی بود، در حیاط. ما واقعا شوک فرهنگی بود برامون که چجوری دزد نیومده اینجا و خلوت هم بود. خب اون منطقه‌ای که بودیم گوشیت نمیدونم کیفت هر چیزی دستت باشه برو بیرون. و یه چیزی که الان حواست باشه گوشیتو صفر بگیری که نبرن ازت. من خودم 2 بار تو ایران گوشیمو زدم. یه بار گوشی مامانمو زدن. همه ایرانی خاطره رو داره که گوشیشو زدن. یه چیزی که میخوام الان بهتون نشون بدم، به شما کافمون اصلا دوربین نداره. دوربین مداربسته اصلا نداره. و چون تازه است درم نداره. حتی کافمون در یه تیکه چوب میذاریم که پنجرهش خب بازه، یعنی هر کی بخواد میتونه بیاد تو. و دوربین هم نداریم، خیلی کارش راحت هم میشه. صندوقمون اونجاست، ماشین اسپرسو، کلی وسیله اینجا هست که میتونه ببره با خودش. ولی انقدر امنیت اینجا زیاده، هیچ اتفاقی برای کافه ما نیفتاده. هیچی. نه که بگم اینجا خیلی مغازه هستن اینجا اصلا در ندارن و عادیه. پرچم میزنن، پرده میزنن، طرف پرده انداخته. تو کجای دنیا میتونی این امنیت رو داشته باشی؟ یه چیز دیگه هست اینه که اینجا احترام به مهاجر و خارجی خیلی بالاست. اینجا اصلا کشور نجات پرستی نیستن، مردم نجات پرستی نداره. اینجا یکی از معدود جاهاییه توی دنیا که انگار این کشور مال توئه، تو که به عنوان مهاجری این کشور مال توئه، اون مردم اون کشور مهاجرن، انگار جاتون برعکس میشه. و واقعا یه زندگی آروم داری اینجا. اون چالشایی که تو ایران داشتی، دم به دقیقه، صدای دعوا، چه میدونم استرس فلان، اصلا این نیست. اصلا ما تا حالا دعوا ندیدیم. اصلا دعوا ندیدیم تو این مدت ندیدیم تا حالا. پرخاشگری، دعوا تا حالا ندیدیم. چند وقت پیش با موتور داشتیم تو خیابون میرفتیم و من صدای آژیر ماشین شنیدم و اینطوری بودم صدای آژیر ماشین. حتی ما صدای آژیر ماشین هم اینجا نمیشنویم، انقدر آروم و ساکته. برامون خیلی عجیب، برام نوستالژی بود آژیر ماشین.
کلن خواستیم با این ویدیو اینو بهتون بگیم که هر زندگی توی هر جایی شما خوبیایی داره و بدیایی داره، ولی از هر لحاظ بخوای حساب کنی زندگی توی هر جایی به جز ایران، یعنی انگار که ایران با شرایطی که الان هست ایران اینجاست، هر جای دیگه ای بالاتره. حالا بستگی شما به اون لوکیشنت این سطح زندگیت و کیفیت زندگیت بالاتر میره و بالی سطح زندگی شما رو فوق‌العاده بالاتر میبره. بچه‌ها به حرف این پیجای زرد اصلا و ابدا گوش ندین. اینو بدونین که اگر خوب نبود خودشون اینجا زندگی نمی‌کردن و میرفتن. و بیاید حقیقت ها رو به هم بگیم، نه خیلی خفن اتفاقی مثلا خوب، نه اتفاقات خیلی بد، حد وسط. ما اصلا نه بلاگر بالی هستیم نه پیجمون بلاگر توریه، ولی ما آفکورس که بالی زندگی ولی یه سری چیزا رو دیدیم واقعا خیلی اعصابمون خوب شد و خواستیم که این ویدیو رو داشته باشیم. امیدواریم که به دردتون بخوره. و در جمله پایانی ایرانی نکن، بقیه رو ناامید نکن، بشین سر جات. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ما رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید. زورا خانم هستم، آقا هستم. و در دوباره در کلام آخر ایرانیه با غیرت. حمایت. شبتون بخیر. بای. خب میخوای یه ریزم برای این